کنار رودخانه آمو، محله رودکی ناحیه فرخار. این کودکان روز نوروز با دمیدن صبح لباسی نو به بر کردند. به مراسم تخم گذرانی می روند. مراسمی که طبق روایت های مردم به همدیگر تخم هدیه می کردند که رمزی تمنای بخت سفید بوده است. ساکنان این محله مراسم تخم گذرانی را تا حال نگاه داشتند. شهرام با همسالانش تقدیم تخم را از خانه کهنسالترین فرد محله اشان زیلال خواجنبردی و شروع کرد. این مراسم خاصی پسران و دختران است. روزی نوروز سری گلزاری من کجاست در چمن یارم همه جمعند و یاری من گشته مردم هر یک امروز سری چابک افکنی مردم شکوی من. ساکنان محله به این باورند که تخم رمز زندگی، احیای طبیعت و سرچشمه تمام موجودات زنده است. همه انسان نباتات همه از تخم پیدا می شود. این تخم اساساً سرچشمه حیات و زندگی کلی نباتات و حیوانات همه طبیعت زنده می باشد. فرخار در قلمرو کشورهای حوزه نوروز یگانه منطقه نبوده است که مراسم تخم گذرانی دارد. گفته می شود تقدیم تخم سفید در نوروز در آن سوی آمو، افغانستان امروزه هم رایج است. چون هدیه تخم به انجام رسید، این کودکان به مرکز محله آمدند.